تنی آدمی شریف است و جان آدمیت. نه همین لباسی زیباست نشانی آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چی میانی نقش دیوار رو میونی آدمیت. هی وای این همه هم خوشون آدم حساب میکنم با چی روزه که ایزدانی رو در اختیار ایا دادیم، نه ایزدانی آواد میشه و نه یا ایزدانی دور میشن. خیلی خیلی گفتن در کارشون. صاف اون گریه شکره aynami خط نه قدر فهمیدی؟ اگر یک شرکت بگذاری بود چرک پلیت نشکن باید تو چی اون طرف شایتای ریمو میکنی این طرف شما همه طرف نگذار ما در کار نیست من هم طرف کنم باز من نمیدونم فهمیدی؟ من نمیدونم راستی گپ. من نمیدونم اگر از سلام علیکم بگم شما علیک گرفته میتونی نه که از سلام علیکم. و علیکم بر سلام. سلامت باشه. شما احوال ختان دیدوزه؟ ها؟ همزه نگو هر دوتا گفته سون نگاه کنید ای چی روزی که همین زدن را شما دو باور کرده سپردین که اواد کنین، نه همه ایزدن اواد میشه و نه شما همینجا میرین. چی گپی؟ چی گپی؟ همین راست میگی بابا راست میگی. آخه همه خیلی پساب نیکتی کارت پیش من روز درست کیف کسه با رنگی من اقلقش با خفه اگه تو استایی و این پساب نکد آخه همین کاری همین پساب نیک استا و وابستگی نداره بابی. بله استا که هم خیلیشه پساب نیک هم خیلی انا دیدی اکا ای بی کی بده؟ ای بی تو اگر استا هشار بگرده پساب نیکشم هشار میگرده. ای عرخری رو بس کنید. عرق برای ما و شما نیست آخی. ای به شرم هم که ندونین اقلا او بالا نمیدونین. آدمی برای عرخری به دنیا نی اومده. آدم وظیفه خودش داره در روی زمین و یک بار هوشیار بگردین وظیفه اصلی خودتون حس میکنین. ای وایا همین بابی گوش کن احوال تو دیدازی شاکر احوال من خیلی اخت دیده نمیتونی ای ریا نگو کن یه وقت شم خیلی انا ای آخه شما را وش رو پروادید میکنه بابی اینا درست نه؟ یه ماشین همیز زنه نگرفته ها یا ماشید گرفتی نه که هیچ نه که یک جایی ایزدنی آواد شما هیچ نه که شما یه روز هشار بگردین یا که هیچ بری گوش کن اگر تو این روز عرق نمیخوردی طول عرقی که خوردی اگر جمع میکردی حالی صاحب سملیات شده بدی. گوش کن اگر تم عرق نمیخوردی و پول عرق خوردگی تو رو جمع کردی حالی تو صاحب سملیات شدگی بدی. شما کو صاحب سملیات میشیدی نه ای بابی چه خود در حیات عرق خوردگی نیستی؟ نه خیلی که بابی گازم سملیات در کجای با من خیال میکردم که توپلنگی ما این توپلنگ ایده شگاه کار نمیویه میومده ای کو کنسه خونیم هم پوری نویره میشه توپلنگ چی داری شکتی میکنم توپلنگ وی توپلنگه یه خانه ده هیچ که نیسته نه بعد تو چه درجه شیشتی؟ ما در خانه خالی چیلی بشینیم وی
چوه خون خولیه چوه چی عروس نیومد نعمت کرد عروس اومد قندت بزن قندت ما گفتم که تو به چی خوشرویی گپی تو مگذاری اگر نیمگر عروس ها قندت زمای تو باوری داشتم اومد آخی اومد خانمان ایدری خانو درو ما امی ایدری خونه درو واردم شام نخس اول همون خونه همون چی نشون دادم انبار خونه را این پروداکت پیتانه این گوش این وای این خردنی چیه همه را نشون دادم قندت زن گشت بروم دیم وانه را نشون دادم همه‌شو کویدوی دیدک چه توزو اوزودای همه‌شو دید همه‌شو ایالا اگروتورو دید ایش دید با اومدم یا جای اوستاک مهمون خونه درومده وای قندت بزن مهمون خونی خوشرو مهمون خونه را خودت ندون تلویزیون کلون زدگی کورچو پرتوستگی همین بری بابا رو پروش تلویزیون این پیش دیوان اسودک همونجا گفتم بشی راست نبه بشی گفتم ای شیشتا قندت بزن بالا دیوان شیش بختم قوتش شیشتی انا بامام اوست اومدم در قوت شیشتا قندت بزن شیشتا چه بود چهرش خندیده سه بود چهرش کم تبسم داشته بویا نوز میکرد یا تبسم میکرد بویا نوز میکرد یا تبسم میکرد سوزی دوره های یوشی مومد انا که همین چیزی گفتنی مشکی بونو میگه همین گفتنی مشکی بونو میگه انا باما گفتم خواهد چیه باشه نباشه بیا که چیه بود سویت کشتم سویت کشتی قندت بزن تو پلنگ جان تو بغیرت رنگی بوبیتی بغیرت قندت بزن سویت کشتی اکد نقل کنده باشه جای قزیقش نقل کنی بیا تو نقل نکنم نقل کنم همون جای قزیقش نقل کنم چا کنم سویت کشتم انا بعد دیگه دستم کتی ایسی میکنم سوزم بالای دیوان سویت گیرون میکنم نشتای قصه رفتای اوخیه تو پلنگه تو که سویت کشتی ویرو قهرش کرده هم تو وقتی نکاح کرده نه طاقت میکردی چه میکردک تا بعد نکاح خواه سویت میکشتی خواه گیران میموندی هیچی گپ نبود آخی چو کشتی سویت ای بی مامام شید ای بی مامام شید مامد در خانه نیسته چقدر ای بی او شیده بودن چه گناه داره کمتری مامد ای بی مامام مرا نصیحت کرده بود کی بچم در کجا که یگون سویت گیرونای بکش کی او چوچک من پل کار بکنم